دهید. بریم برای پارت بعدی. عنوان: طبقه متوسط بازی‌های مردم عادی را به فرزندان یاد می‌دهند. ثروتمندان بازی بزرگان را به فرزندان خود می‌آموزند. محبوب‌ترین ورزش‌ها در امریکا فوتبال، بیسبال و بسکتبال میباشد. محبوب‌ترین بازی‌های ویدئویی هستند. توده مردم برای تفریح به این ورزش‌ها و بازی‌ها می‌پردازند. ورزش‌های مورد علاقه ثروتمندان گلف، تنیس و اسب‌سواری است. یکی از بازی‌های مورد علاقه آنها شطرنج است. این یکی از دلایلی است که والدین تلاش می‌کنند تا به فرزندان خود کمک کنند تا در کنار ثروتمندان قرار بگیرند و ورزش‌ها و بازی‌هایی که انجام می‌دهند را به آنها آموزش دهند. اگر کودک از این فعالیت لذت می‌برد، با گروه قدرتمندی از افراد که می‌توانند به موفقیت او کمک کنند، وجوه مشترکی پیدا می‌کند. والدین عادی هرگز این مفهوم را در نظر نمی‌گیرند و بسیاری از کسانی که در طول سالها آن را با آنها آشنا کردند، از این ایده آزرده شدند. این واکنش ریشه در این باور دارد که زندگی یک زمین بازی برابر است و اگر کارهای درست را انجام دهید و طبق قوانین بازی کنید، موفق خواهید شد. فکر خوبی است. تنها مشکل این است که نتیجه درست نیست. افرادی که موفقیت عظیمی را به دست می‌آورند از هر استراتژی که می‌توانند استفاده می‌کنند. دنیای بیرون فقط ثروت پیدا شده جدید آنها را می‌بیند، چیزی که دیده نمی‌شود. سالها برنامه‌ریزی برای موفقیت بود، در حالی که اغلب اوقات شکست می‌خوردند. والدین باهوش تمام مزیت‌های ممکن را به فرزندان خود می‌دهند و این شامل قرار دادن آنها در معرض بازی‌های مورد علاقه ثروتمندان است. اگر بچه‌ها از بازی لذت نبرند، مجبور به بازی نمی‌شوند. والدین نمی‌خواهند فرزندانشان ورزشی را انجام دهند که از آن متنفر است، فقط برای مزیتی که ممکن است در آینده به او بدهد. اما آنها را در معرض بازی قرار می‌دهند، زیرا می‌دانند که این ورزش به آنها در بزرگسالی کمک خواهد کرد. همه ما شنیده ایم که معاملات بیشتری در زمین گلف انجام می‌شود تا در اتاق شرکت. این کاملا درست است. پس چرا مطمئن نمی‌شوید که فرزندانتان در معرض این ورزش‌ها و بازی‌ها باشند؟ مطمئناً آنها اکنون فقط بچه هستند، اما در یک چشم به هم زدن بزرگسالانی خواهند بود که به دنبال موفقیت هستند. هرچه افراد قدرتمندتر بشناسند، ثروتمندتر خواهند شد. این ترکیب